خوشمزه خورا میدونن مرغ و بادمجون کنار هم یه ترکیب برنده است. بیا تا ساندویچش رو درست کنیم که از خوردنش سیر نمیشی. بادمجونی رو بخرید که پوستش حسابی سیاه باشه و دست بهش میزنید نرم باشه. این مدل بادمجونا نه تلخ نه هسته داره. پوستشون رو بگیرید، کلاهک بادمجون رو جدا کنید و برش‌های ورقه‌ای و نازک بزنید. به این شکل که می‌بینید. داخل ظرف آب بذارید و روشو کامل نمک بپاشید. منظورم از کامل اینه که حسابی آبش شور باشه که اگه بادمجون تلخی داشته باشه گرفته شه. بعد از 30 دقیقه تا 1 ساعت آبکشی رو خشک کنید و توی روغن سرخ کردنی دو طرف بادمجون ها رو سرخ کنید. بعد از اینکه دو طرفش سرخ شد از تابه خارج و روی دستمال روغنگیر بذارید تا روغن اضافه گرفته شه. برای این ساندویچ میتونید از چیپس خلالی آماده استفاده کنید، ولی من دوست دارم خودم درست کنم. سیب زمینی ها رو با پوستگیر چنگکاره به این شکل که میبینید رشته‌ای و نازک برش بزنید. توی آب سرد بریزید و بعد آب کشی کنید و روی دستمال خشک کنید. روغنی که توی تابه ریختید گرم شد، از سیب زمینی داخلش بریزید، یه مقدار خیلی کم زردچوبه بریزید و با چنگال مرتب هم بزنید. چون رشته ها نازکه زود میسوزه، حواستون باشه به محض اینکه برشته شد از تابه خارج روی دستمال بذارید. چیپس سیب زمینی ما به این شکل جذاب و خوشمزه میشه که از آماده بهتره. پیاز نگینی خرد شده رو توی تابه‌ای که روغن ریختید تفت بدید. سینه مرغ خرد شده رو بهش اضافه با هم بزنید. درب تابه رو ببندید تا مرغ آب بندازه و بعد از اینکه آبش کشیده شد درب تابه رو باز کنید و ادویه ها و نمک رو اضافه کنید. ادویه ها شامل پودر سیر، پاپریکا و فلفل سیاه هستش و نمک هم به مقدار لازم. بعد از سرخ شدن از تابه خارج کنید. بادمجون های سرخ شده رو روی تخت کار بذارید و با چاقو به این شکل که میبینید مکعبی برش بزنید. بهتره که برای زیبایی و مزه کار سایز بادمجون ها و مرغ برابر باشه. جعفری رو ریز ریز خرد کنید. بعد از اینکه جعفری رو خرد کردید گردو رو ساتوری کنید. حواستون باشه گردو رو رنده نزنید. گردو باید اندازه هایی باشه که دندونگیر باشه و طعم و مزهش کاملا حس شه. سس مایونز، ماست، جعفری خرد شده و گردوی ساتوری شده رو داخل ظرف بریزید و همراه یک مقدار نمک خوب هم بزنید تا کاملا مخلوط شه. بعد از این مرحله بادمجون و مرغ سرخ شده رو اضافه و مجدد مخلوط کنید. بعد از اینکه مواد مخلوط و آماده شد نیم ساعت داخل یخچال بذارید که مزه ها به خورد هم بره و در آخر از مواد لای نون باگت بریزید. چیپس سیب زمینی رو کنارش قرار بدید و به همین شکل یا برش خورده داخل ظرف سرو بذارید. حتما درستش کنید چون یکی از خوشمزه ترین ساندویچ های عمرتون میشه. نظرتون رو در مورد این آموزش و این ساندویچ برام کامنت بذارید. از این به بعد منو داشته باشید چون آموزش های خیلی خوب و خوشمزه‌ای داریم با کلی نکات مفید. نوش جونتون باشه.